یک سبد شور و نشاط و شادی هدیه است از برنامه فتیله به همه خانواده های ایرانی. شادی اومد دور میشه غم از اینجا، آورده از راه دور یه هدیه واسه ما، یه هدیه واسه ما. تی 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 آب آب تی 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 آب آب تی 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 آب آب تی 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 آب آب. اگه گفتی برامون تو صندوقش چی داره، مژده بدین تا بگیم تو صندوقش بهاره، تو صندوقش بهاره. اما نوروز اومده، سالی یک روز اومده. کوچه و شهر و بازار بازم شده نونوار، پر شده از گل زمین اومده فصل بهار. طبق 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 کشا میان میون کوچه ها، سبزه و زیب و زنبال میاریم میاریم، سنجه و زیر و سنجه میاریم میاریم. اینا که 6 تا هستن. سبرو ای سبرو مال باغ بالا، سبرو سبرو ای سبرو مال باغ بالا، سبرو. با شور و شادی چیدیم سفره سبز حبسین، دوباره دنیا سبزه، لطف خدا رو ببین، لطف خدا رو ببین. این طرف رو نگاه کنید دارن میان تکم چیا، تکم تکم اش تکم بیزیم باقا توش تکم، تکم تکم اش تکم بیزیم باقا توش تکم. اون طرف رو نگاه کنید بهار بو نغمه خان کوچ بو خود زمستان، باز بوم و اشوام ره عروس گلی به میدان، عروس گلی به میدان. عروس گلی بردیم جان دلی بردیم، عروس گلی بردیم جان دلی بردیم. شمالیا جنوبیا ترکمنا بلوچیا، کردا لورا ایرونیا، بیاین با هم دلا رو خونه تکونی کنیم، قرار بذاریم با هم که مهربونی کنیم. بارون میاد نم نمک وا میشه قنچه تک تک، ایرونیای عزیز عید شما مبارک، عید شما مبارک. دنیا چه سرسبز شده دوباره، مژده بدید عید اومده، بهاره. سبد سبد شکوفه های زیبا پر شده باز تو باغ و دشت و صحرا. مهربونی مهمون خونه هامون، خنده نشست دوباره رو لبامون. عید 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 اومده دوباره، فصل گل و شکوفه و بهاره. خب یکی از رسمای ما دوستان عزیز میدونید که نوروزخوانیه. نوروزخوانی از گذشته‌های دور وجود داشته. در شهرها و روستاهای ایران کسانی که صدای خوش داشتند می اومدن و خبر مژده بهار رو به مردم میدادن و اشعار زیبایی میخوندن و مژده میدادن که زمستون تموم شده، برف و یخبندان تموم شده، سرما تموم شده و شکوفه ها در راهن و بهار داره از راه میرسه. به این مراسم میگفتن نوروزخوانی. عموهای فتیله هم دارن نوروزخوانی انجام میدن و مژده بهار رو به سرتاسر کشور میرسونن. ببینیم عموهای فتیله الان کجا هستن.
به آواز آمده، قمری به پرواز آمده. بلبل به آواز آمده، قمری به پرواز آمده. ای دست و شادی و سرور، نوروز به بستان آمده، گل در گلستان آمده، نوروز به بستان آمده. امروز شدیم مهمانتان، گوییم مبارک بادتان، دعا کنیم برایتان، باشید همیشه در جهان شادان و خندان و جوان، شادان و خندان و جوان. نوروز به بستان آمده، گل در گلستان آمده، نوروز به بستان آمده، گل در گلستان. آقای براتی به به، چقدر عالی، چقدر عالی که عموهای فیتیله میرن و مژده بهار رو میدن و نوروزخوانی میکنن و این سنت زیبای ما رو دوباره زنده میکنن. فیتیله 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 عمو نوروزه، عمو نوروزه. خیلی خوب. به 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 به. حال شما چطوره؟ بله بله بله. خب بریم سراغ عموهای فیتیله و نوروز 92. نوروز سالی روزه، هر کسی بخنده شاد و پیروزه. وای همون نوروز سالی روزه، هر کسی بخنده آخ شاد و پیروزه. همون نوروز سالی روزه، هر کسی بخنده شاد و پیروزه. همون نوروز سالی روزه، هر کسی بخنده شاد و پیروزه. اومده از راه دور با لب خندون، یه دستش نقل و نبات، یه دستش گلدون. اومده از راه دور با لب خندون، یه دستش نقل و نبات، یه دستش گلدون. یه دستش نقل و نبات، یه دستش گلدون. همون نوروز سالی روزه، هر کسی بخنده باش شاد و پیروزه. همون نوروز سالی روزه، هر کسی بخنده شاد و پیروزه. اومده مژده بده فصل بهاره، برای ما بچه ها شادی میاره. اومده مژده بده فصل بهاره، برای ما بچه ها شادی میاره. همون نوروز سالی روزه، هر کسی بخنده شاد و پیروزه. همون نوروز سالی روزه، هر کسی بخنده باش شاد و پیروزه. همون نوروز سالی روزه. به 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 به. عید شما مبارک. عیدت مبارک. به به. یار آخه عید شما مبارک. ارادت هر سال دارم. به این سال درود بر شما، درود بر شما. عید شما مبارک. انشالله که سال خوبی داشته باشه. خیلی موفقیت آمین. سلامت باشید. خیلی سال خوب و پربرکت داشته باشه. ما چه قبلی نچسبید. مال من یه ذره جا مونده. قربانت زنده باش. خب میدونید خانم ها، آقایان، دختران، پسران، بینندگان عزیز و ارجمند، عید که میشه اولین کاری که باید انجام بدیم باید بریم به دیدار بزرگترها، به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ که نعمتهای خانواده هستن و خیلی برای ما عزیزن. باید بریم دیدنشون، دستشون رو ببوسیم و بهشون تبریک بگیم و مطمئن بشیم که دعای اونها برای ما خیلی خوبه. دعای اونها باعث عاقبت به خیری ما میشه و دعای اونهاست که ما رو از همه مشکلاتی که داریم
انشاءالله رها خواهد کرد. درسته؟ درود بر شما. سلام علیکم. سلام پدر بزرگ عزیز، حال شما چطوره؟ داشتیم با مادر بزرگ تصویر تو تلویزیون میدیدیم. خب گفتی برین به پدر بزرگ مادر بزرگ سر بزنی. بله. پس چرا نیومدی به این مادر بزرگت سر بزنی؟ خب نه من میام دست مادر بزرگم من میبوسم، ولی الان آخه خب تو برنامه چه نوعی هستی؟ الان برنامه زنده دارم آخه. زنده است که زنده است. شما الان گفتی باید بری به پدر بزرگ مادر بزرگ سر بزنی. وای وای داره میاد. این چه مادر بزرگی. سلام علیکم. سلام مادر بزرگ عزیزم. نمیخوای مادر بزرگتو بوس کنی؟ چرا؟ بلم کن. بده بلم کن. ناراحت ازم. دستش ناراحتم. پدر بزرگ دست. نه منم نمیذارم. مادر بزرگ. محمود بیا جلو کبودت میکنم. دلیلشو میدونی؟ چرا؟ چون خودت گفتی به بزرگترا برید سر بزنید. تو پدر بزرگ مادر بزرگ شب عید نیومدی ببینی. مادر بزرگ دست بردار بریم خونه. بریم خونه. من آخه دارم برنامه چیه؟ آقا تو مهمیم یا برنامه؟ نه من برنامه‌ام که بیشه نبو. بیا اینجا. چی مادر بزرگ خشنی. با زبون خوش میای بریم خونه یا نه؟ من برنامه‌مو اجرا میکنم یا مادر بزرگ. بذار من دستتو بگیرم. نمیخوام. بذار داییشو. این از داییش حساب میبره. صبر کن. الان میگم داییت بیاد تا بفهم. نه دایی! نه خانه! بیا! نه مادر بزرگ. نه دونه من نمیاده. نه آمو! مادر! میخوام! وایسا! تو دشت و صحرا شادی و خنده نشست تو دلها پرنده پرزن میون گلها دنیای ما شد قشنگ و زیبا عیده و بازم فصل بهاره میتینه رو لبخند بیکاره پر آواز و شعر و ترانه میتینه به خونمون شادی میاره. درود بر شما. درود بر شما. خب دوستان عزیز و ارجمندم، ما مسابقه هم داریم. شما میتونید جواب ما رو برای ما پیامک کنید و انشاءالله برنده جایزه های بسیار نفیس بشوید. سوال ما اینه، شماره پیامک هم زیرنویس خواهد شد. هر درختی میوه‌ای دارد و میوه دل فرزند است. این حدیث زیبا شما باید بفرمایید که از کیست. جوابتون رو پیامک کنید به شماره‌ای که زیرنویس می شود. ما منتظر هستیم که شما جواب مسابقه رو بدید. شما هم بعداً میتونید تو مسابقه ما شرکت کنید، پیامک بزنید. درود بر شما. بسیار عالی. و اما یه مسئله‌ای که وجود داره در ایام عید اینی که بچه‌ها بعضی وقتا درباره جلو نشستن
پشت صندلی عقب نشستن با هم دیگه بحث میکنن. پدر مادر حاضر شدن میخوان برن، بچه ها طولش میدن و اونا رو خسته میکنن. نمیدونن که فامیلاشون اونجا منتظرن میخوان برن عید دیدنی، یا اینکه با پدر مادر سر هله هوله خوردن و اینا جر و بحث میکنن. درسته؟ هله هوله خوردن درسته در شب عید؟ هله هوله خوردن اصلا برای سلامتی ما مناسبه؟ بنابراین ما باید بدونیم که چیا میخوریم چیا نمیخوریم، در عیدم مواظب خودمون باشیم. یکی از خوردنی های بسیار خوشمزه نوروز شیرینی هایی است که مادر بزرگا، پدر بزرگا و مادرها توی خونه خودشون میپزن و در هر جای ایران ما شیرینی های مخصوص خودمون رو داریم. مثلا در بیجار ما یه نونی پخته میشه اسمش برساقه. نمیدونی چقدر خوشمزه است، یه نون شیرینیه که توی مایتابه درست میکنن و بسیار بسیار خوشمزه است. در هر جای ایران مخصوصا در روستاها هم شیرینی های بسیار خوب پخته میشه و خیلی 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 زیادم طرفدار داره. حالا مایل هستین بریم شبکه روستا؟ شبکه روستا شبکه بسیار پرطرفداریه و فکر کنم اونطور که اطلاعات و اخبار به من رسیده درباره شیرینی ها امروز برنامه دارن. پخشه عزیزم، میگم پخشه. چی پخشه؟ عزیزم رو آنتنیم 3 2 1 آنتن پخش باشه. شما برابری بیا اینا بیا سرش بیا بفرما بچه ممنون رفتی هم وسط دوری. بینندگان عزیز، با برنامه شبکه روستا در خدمت شما هستیم. بله. و در مورد شیرینی های نوروزی میخوایم با شما صحبت کنیم. اولش سلام کنیم. سلام علیکم. بر شهری و بر روستایی ای بزرگ و کوچک، این سال نو و اومدن بهار مبارک. شیرین با شکام همگی تو عید نوروز، با پولکی و خودکاب و باقلوا و قشنگ. خیلی ممنون. سال 1392 رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. یواش دست بازی نکن. آخه من در پوست خودم نمی گنجم. یه ذره پوستت چرب کن تا گنجایشش بره بالا. قشنگ واکن پوستت. بفرمایید. پوست پکت. دوستان عزیز، از این که کانالتونه ایمان در واقع انگشتتون به طرف ایمان فشار دهید و ایمان در واقع انتخاب کردید، سپاسگزاریم. بله. ایمان میخوایم به این برنامه درباره شیرینیجاتی که در استانهای مختلف کشور برای ایام نوروز هماهنگ میشه و درست میشه برای شما صحبت کنیم. بله. اول از همه با اجازهتون یه مقدار میخوایم از موقعیت خودمون سوء استفاده کنیم و درباره استان خودمون یعنی استان لرستان صحبت کنیم و ان شاءالله که آقای تهیه کننده چه بخواد چه نخواهیم ما کارو بکنیم. یعنی الان بریم لرستان شیرینی با های اجازهتون بریم لرستان. بله. همکار عزیزم یه چند تا شیرینی نام برد. دوستان عزیز، شیرینی هایی که در لرستان وجود دارد، بله. یکی پای سیبه، یکی پای آناناسه، پای هلوه، پای خیاره. خیار پا داره؟ من چرا داره؟ نه من یه چی بوده تو بوم. چرا این شیرینی های لرستان ندیه؟ کی گفته؟ بابا چیه؟ آقا خواهش میکنم دست به گیرندتون نزنید، ایراد فرستندیه یعنی ایمان. بفهم. عزیزان محترم و دوستانی که خشنی با من اشاره میکنی خورسو. آره من رو میخونم که یه دفعه اشتباه نشم. بله دوستان عزیز، شیرینیان مخصوص خرم‌آباد و بروجرد، آره همون بوریرد خوابو. آقا
پاک، کلوچه آری، به. نوبرنجی، وای. کلباشی، وای وای. برسا. این چیا خیلی داریم. خیلی اینقدر خوشمزه. لرستانیا عیدتون عیدتون مبارک. مبارک باشد. بله بعد لرستان بریم سراغ آذربایجان. یک استان خیلی خوب. اصلا پر از شیرینی. اصلا هیچی شیرینی از سر گوشش مثل ندر. دوستان عزیز، من در مورد شیرینی بگم، در مورد آذریا. بفرما. مثل شیرینی ناپلونی. چه؟ مثلا ناپلون آذری بی؟ شاید. نه چی گفت ناپلون آذری بی؟ تا اون جایی که من مشناسم شاید تو راه فاریس بی ده فاریس. ابریشم از اونجا گذشته. ابریشم آذربایجان گذشته. شیرینی دانمارکی پنکیک. شما کی دانمارک گرفتید؟ بابا این شیرینی آذریه دیگه. پس چیه؟ چی گفتم چه حرفینا بابا جون من آخه اصلا نداریم. پس چی داره؟ اصلا خود آذربایجان بخش شیرینی صادر میکنه. پس چی داره؟ آقا شیرینی در تبریز یه جور شیرینی داریم مثل چی؟ مثل نوغا. خب اینها سرکو اینا قرابیه. قرابیه درست کنه. هیچی گزم بزنین تسم مونت مینه دونت. اینم عکسشم. وای دهنم آب افتاد دلم به تافتاب افتاد. آره بعد قرابیه آریس تبریز. آقا یک شیرینی های آریس تبریز خیلی خوشمزه. بعد اولا میایم بریم کجا؟ اینم عکسشم. آره سر کنیم. این واقعا یه همکار خوبی داریم. این که حال به موقع انگشتش فشار میاد سر این رایان نه ببخشید. داره بله باید بگیم آذریا عیدتون. اصلا چی؟ آقا ده کجا؟ ده خلخال. یه شیرینی داریم قطاب بصری و اما اردبیل. و اما اردبیل آقا یه شیرینی هایی داره. حلوا چی؟ حلوا سیاه اینقدر خوشمزه. آقا یه آشنایی ما داریم آقا نوردین همچه برمون میاره. آقا حلوا آذریا عیدتون مبارک باشه. عیدتون آذریا. و اما بینندگان عزیز بریم سراغ گیلان. شمال ایران دریای خزر. چقدر سرسبز شیرینی دارن گیلانیا. بیا و سیل کن. من با اجازتون شیرینی گیلانیا رو میگم. بفرما. تیرامیسو. چی ماراسیسو؟ تیرامیسو. ایدی چی؟ ایدی چی بی؟ میکادو بلودو. رولت. چی؟ رولت شمالی. رولت یا اسکارلت؟ بابا من چه میدونم، من یه بار که رفتم اینا رو خریدم خوردم. جون من رولتم گیلانی بی؟ نمیدونه. آقا جون محترم، آقای عزیز، بینندگان عزیز، خواهش میکنم شبکتون عوض نکنید. ایما اتفاقم میفته. پیش آمده پیش میاد یه. بله. آره. گیلانی های عزیز، من معذرت میخوام از تو. آقا گیلانی ها رشته خوشکار دارن. بیا و سیل کن. رشته خوشکار دارن. بعد باقلوا دارن. پادرازی. البته این پا نه، اون پا. این پا تا اون پا کلی فاصله. بله بعدش بریم سراغ یه استان خیلی خوب. کجا بریم؟ کجا بریم بیا ها. الله شبله. بریم جود بیا بسا نکن. بینندگان عزیز الان همکارم دوباره جنوب کشور برای تو توضیح میدم. ممنونم از مزغنچه شهرام نیچار. انگشتت نخورم. دوستان عزیز جنوبیا چیز کیک دارن. چیز کیک شکلاتی، کیک مارمالاد. من واقعا متاسفم. چرا؟ به خاطر اینکه تو عمل چین قاطی میکنی. خب پس چی دارن اینا؟ آقای عزیز شمال خلیج فارس، سواحل شمالی خلیج فارس که هیچی چسب صف ایران. خب بوشهر، بندرعباس، همه اینا. آقا در بندرعباس شیرینی دارن. چه شیرینی هایی؟ اینا ها صبر کن اینجا نوشته. حلوا دارن با کلوچه. آقا کلوچه مفزن چه کلوچه هایی؟ حلوا برنجی. زلوبی حالا من بلد نیستم لهجه اونا نرم ولی اونا زلوبی. آره بعدش بریم سراغ دو تا استان. بریم سیستان و بلوچستان. بریم سراغ سیستان. بریم عیدتون مبارک. سیستان و بلوچستان. خراسان هم بریم. خب خواهش میکنم ازت این دفعه درست بود. اما در آن منطقه کامی منطقه شیرینی هایی که معروفیه همون سیستان و بلوچستان خراسان. بله بفرمایید. تارت توت فرنگی. چی؟
تارت عنبر، تارت کیوی. سب کنم تئاتر کیوی، تئاتر هملت هم دارن. نوای شیرینی از تارت شاپور. تئاتر شکسپیر دارن. شکسپیر؟ آره. نمیدونم باید اوتولو دارن. اوتولو مسخره بکنه. آخه مرد حسابی یه سیلی به متنت کو. خب این همه کارگردان زحمت میکشن از شب تا صبح میشن. بفرمایید چه شیرینی داره؟ آقا شیرینی های مختلفی داریم. سیستان و بلوچستان کلوچ از زابلی دارن. به برک، تجگی، آره اینا دارن. اینا عکسشه. اینا عکسشه. چه خوشگلای شیرینی ها. آره شیرینی معروف خراسو. خب نون برنجی، قطاب، نون زنجبیلی، حلوا نقره‌ای. آره یه جور قطاب روغنی هم دارن. خب با ترو با عدس. آره با عدس درست میگم. ملن شخون موخوری اصلا اینا خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه. خراسانیا عیدتان مبارک باشد. بریم سراغ کردستان. کردستان آماده باشن. آقا کردستان خیلی شیرینی ها خوشمزه ای داره. کرم کارامل داره، کرم شاتوت داره، مادلین داره، باباریا داره. بابای کیا؟ بابای بابای کیا؟ بابای شیرینی کردستان دیگه. ای نجات مایی اشتباه گفته؟ خلاصت کن. باشه بگو شیرینی کردستان خودم خلاصت بکنیم. آقا کردستان شیرینی داره کاک، نون برنجی. آقا ما شیرینی در استانهای مختلف زیاد داریم اما وقت نداریم. اینا سگوی نون برنجی هم دی کرمانشاه درست میکنه. این ملی دونه اینجوری پرت ما دمینه دونه. فقط باید پای نشکنه در حلقه هی برفتی به کوخه. وقتی کوخه میکنی شیرینی پخش میکنی. خیلی ممنون تشکر میکنیم دوستان عزیز. به خاطر اینکه ما با زیق وقت زیقش سریمون که سری بریم به داخلش با زیق وقت مواجه هستیم. بعد به استان‌های اشاره نمونیم. ما خیلی شیرینی داریم مثل لوز، چه می‌دونم حاجی بادم، ایچیا، قطاب یزد. ایچ شیرینی اصلا یزد مرکز شیرینیه. ولی چون وقت نریم از شما خداحافظی میکنیم. ان شاءالله تا وقتی دیگه ان شاءالله بتونیم بقیه شیرینی‌ها هم در خدمت تا برنامه دیگه. خدا نگهدار. امید دادم. به اینا تازه چند نوع از شیرینی های ایران بود. شیرینی های کرمان رو نگفتن، انواع شیرینی های یزد رو یه مختصری گفتن. ما شیرینی های فوق العاده خوشمزه‌ای در سراسر ایران داریم و بسیار بسیار مغذی ان و مواد شیمیایی توش به کار نمیره، مواد نگهدارنده توش به کار نمیره و به خاطر اینه که فوق العاده هم سالمه. درود بر دوستان عزیزمون در شبکه روستا. به افتخار روستایی‌ها دست بزنید. ما سفرمون، برکت سفرمون، رنگ و لعاب سفرمون، همه چی از تلاش کشاورزان و روستاییان عزیز ماست. به همه خانواده های روستایی سلام عرض میکنم، عید و بهشون تبریک میگم و امیدوارم همیشه صحیح و سلامت باشن و کشتزارشون همیشه پربرکت باشه. میگه آهای آهای خبردار، آهای آهای خبردار. فتیله ها سر میزنن بازم به خونه هاتون، هزار تا قصه دارن از همه جا براتون، از همه جا براتون. آهای آهای خبردار، شادی و شور دیدار، فتیله ها برمیگردن با قصه های بسیار، فتیله ها برمیگردن با قصه های بسیار. خونه
داریا معلما بازاریا بچه های کوچه ما دست گلای بیریا هر جا که هستیم بمونیم دارن میان پیتیله ها دارن میان پیتیله ها حرفای تازه دارن از بد و خوب دنیا وقتی میان به میدون غم ها میرن از اینجا غم ها میرن از اینجا پیتیله ها رو ببینین همیشه باشین برقرار دعا کنین تو دنیا شادی باشه موندگار شادی باشه موندگار پیتیله ها رو ببینین همیشه باشین برقرار دعا کنین تو دنیا شادی باشه موندگار شادی باشه موندگار آهای آهای خبردار آهای آهای خبردار پیتیله ها باز اومدن رسیده وقت دیدار پیتیله ها باز اومدن رسیده وقت دیدار عید شما عید شما عید شما مبارک. انشالله که امسال سال بسیار خوبی برای همه اعضای خانواده بشه. اما میخوایم بریم سراغ آشپزی ببینیم که امروز عموهای فیتیله میخوان برای نهار در اولین روز عید برامون چی بپزن. عموهای فیتیله سلام علیکم. به افتخار عموهای فیتیله. هر کسی که آشپزه غذا رو کی میپزه هر کسی که آشپزه غذایی که میپزین میشه خیلی خوشمزه یه دونه پیاز فلفل دلمه یه سینه یه مرغ با کمی کره 3 تا پرسیر یه تیکه پنیر کمی جعفری با پودر کاری روغن زیتون آبلی موتوش کمی هم سرکه با چند تا زیتون فلفل و نمک زر ماکارونی میشه یه غذای خوشمزه کی میتونه اونو بپزه میشه یه غذای خوشمزه کی میتونه اونو بپزه سلام سلام. شما کی هستین؟ ما برادرای دوقلوییم. چرا شبیه هم نیستین؟ اتفاقا پدر و مادر و خواهر و برادرم هم همینو میگن. راست میگی؟ بله. من شما رو خیلی دوست دارم. دوستتون دارم یه عالمه. هرچی بگن بازم کمه. دوستتون دارم یه عالمه. هرچی بگی بازم کمه. عید شما مبارک. عید شما مبارک. عید شما مبارک. خیلی خوش آمدین. امروز چون روز عیده من گفتم یک ماکارونی خوب درست کنم. خیلی زود آماده میشه، اونم با زر ماکارون. وای میمیرم براش. میگم که شما کجا کار میکنین؟ ما سر ساختمون. یه سال نیستین چی کار میکردین؟ لقد میکردیم و لقد میکردیم. لقد میکردیم بابا لقد میکردیم. ببخشید یکم عقب‌تر بسیمینم. شما الان تو آشپزخونه من چیکار میکنید؟ ما آمدیم به شما کمک کنیم. کمک کنید که چیکار کنم؟ همین غذا درست کنید. یعنی شما بلدین سالاد ماکارونی لوله درست کنید؟ اینو ما سالاد ماکارونی تیراهن، لوله، در، پنجره میخریم میفروشیم. عزیز من آشپزی یک هنره. من میخوام یه غذای خوب توی این نوروز اونم با زر ماکارون درست کنم، زود آماده بشه که خانواده ها بخورن. ببین تو زر ماکارون رو به ما تحویل بده. خب لوله رو تحویل بگی. یعنی شما بلدین؟ بله. ما اصلا بزرگ شدیم توی زر یعنی سالاد ماکارونی لوله بلدین بپزین؟ بله درست میکنیم انگشتاتو باش بخوری. من باورم نمیشه. باورت بشه. باشه امروز آشپزی شما میکنید. بفرمایید ببینم چیکار میکنید. مواد لازم:
سکوت کامل. بله. فقط نگاه کن. بیا بریم. کجا رفتیم؟ من که وسایلم آماده است. عجیبه، من نمیدونم اینا رفتن چی بیارن. برای درست کردن سالاد ماکارونی زر ماکارون نیازمند لوله مانسمان در سایزهای مختلف هستیم. 2 بعد 3 4 5 6 میتونه این لوله ها رنگ کرده باشه، آبی، خردلی، بنفش کمرنگ. میتونه مثل دوست من با پولیکاش بیاید. یه دست بزن ببین، من تب ندارم. نه اخ جونم. لوله چاهو برای چی کرد؟ لوله پلی اتیلین هم بیارید. آخ جون. بله اینا خیلی کمک میکنه. این سبکش اگر شما اجازه بدین، ببخشید عزیز من، ماکارونی لوله آخه اینا چیه؟ این چیه په؟ این لوله است دیگه. چی رنگه؟ این لوله است. لوله چی کارش کنی؟ لوله رو میندازی تو قابلمه. خب پس پیاز و اینا هم هست. الان اجازه بدین من فقط یه خورده جاشه. بفهم. خب بعضی موقع لوله در ابعاد مختلف. یه اجازه بدین یه لحظه معذرت میخوام، یه لحظه فقط. زر ماکارون خوشبختانه یه لوله‌ای رو طراحی کرده برای پخت و پز که سر صداش هم بد نیست. توجه بفرمایید چند لحظه. بس اینا چیه؟ غذا باید در شادی پخته بشه. عزیز من نمیدونم سالاد ماکارونی لوله به این لوله چه ربطی داره؟ چجوری اینا رو جا میکنین؟ پیاز مدل فیلم فارسی میزنی وسط قابلمه. خب با مش میزنی تو سر پیاز. حالا با مش زدی تو سر پیاز، آبش خوب در بیاد. خب چرا چشمات یه بیری؟ من فکر میکنم دارم خواب میبینم. یکم بیا عقب‌تر. یکم بیا عقب میگه. آخه پیاز و قشنگ و درست حالش میدی تو قابلمه. ماکارونی چاره تای کدومه؟ تای قابلمه قشنگ این عکس برگردون بمانه تای قابلمه. آخه لوله پچ سیر. شما لوله رو نگه میداری. سیر. آب لیمو رو میریزی تو لوله. به به متشکرم. شیکا کردم. زیتون دهن نزده. یه لحظه دوستان توجه داشته باشین، زیتون اصلا توی دهن نرفته باشه. زیتون یک خالی میکنی تو. این لوله ها پس چیه اینجا؟ من الان میگم. فلفل دلمه ای گفتی؟ میگی مواد لازمش بسه. مرغ، ترجیحاً سینه مرغ با پوست. اون خروسه، این مرغش. آقا مواد لازم کافیه. این لوله ها کجا به کار میره؟ اجازه بده. پنیر. این همون چیزی بود که بیرون به تذکر دادم. نک پودر کوفته کاری. خب آقا این لوله ها این حالا خب حالا با لوله 4 انگشتی قشنگ میری تو کارش. یه هم. پس بقیه لوله ها چی؟ الان بهتون میگم. این دست شما باشه. ایجادی بیداد، من نمیدونم اینا دارن چی کار میکنن. الان میبینی لوله شیکوندنم سرده ها. جانم پهلوون جونم. یعنی اینا هم باید این تو. بله پهلوون اینجا رو داشته باش. نه این کار اصلا یه کار. بله بزن جا. لوله بسه. آخه این چه طرز پختنه؟ ما رو زیرش روشن نکردیم. نمیخواد. الان خودم بهتون میگم طرز تهیهش چجوریه، بعد من میدونم و شما. طرز تهیه ماکارونی لوله اول باید خرد بشه تو مایتابه پیاز، روی اجاق با کره سرخ شه به حد نیاز.
نیاز. سینه مرغ خلال شه صاف و بلند و باریک، بعد مرغا رو با پیاز میدیم یه تفته کوچیک. فلفل سبز بریز و یک کمی فلفل نمک، یک کم که پخت برش دار تا بشه سرد و خنک. با کمی روغن حالا گرما ببین سیرت، اضافه شه به سیرا رنده که شد پنیرت. با کاری و با فلفل با سرکه و آب لیمو، سس سالادت میشه خوش طعم و خوش عطر و بو. فتیله رو خاموش کن و روغن زیتون بریز، اضافه کن نمک با جعفری خرد و ریز. آخر کار از سست یک کمی بردار بچش، ماکارونی رو بجوشون بریز اونو تو آبکش. ماکارونی با مرغ و سس باید که مخلوط بشه، زیتونای سبزمون برای تزیینشه. این دستور سالاد ماکارونی لوله بود، غذای خوش طعمی که حاضر میشه خیلی زود. دوستان عزیز، بله یه کارایی دیگه این لوله شما داره جانم. و اون اینه که کسی که نمیدونه ماکارونی لوله رو چجوری میپزن با این طرفن. خیلی خوب، اینم یه نوع از آشپزی بود. ببین اینجا رو چیکار کردن، ببین این چه وضعی آخه. چه آشپزی آخه. آدم باید دفاع شخصی داشته باشه. عجبا. به افتخارشون دست بزنید. بسیار عالی، بسیار عالی. خب اما دوستان عزیز، نفسم گرفت. اما دوستان عزیز من، نوروز خوبه که دخترها و پسرهای ما بدونن که نوروز ما نسبت داده شده به جمشید، پادشاه اساطیری ایران، و نوروز قدیمی ترین جشن بشریه. یعنی از نوروز قدیمی تر در بین جشنهای بشری و در بین ملتها نداریم. و دوستان عزیز ما باید بدونن که این سفره 7 سین هر کدامش یه نماده که ما اینجا میچینیم، و باید بدونن که مثلا سیر نماد تندرستیه، سیب نماد شکوفاییه و یک میوه بهشتیه، سبزه نماد برکته، یا مثلا ماهی که میگذاریم نماد تر و تازگیه. اینا رو باید بچه ها بدونن. و در دوران ایران باستان نیاکان ما قبل از اینکه حرف بزنن، وقتی نوروز می آمد بلند که می شدن 3 بار عسل می چشیدن که حرفاشون همه شیرین باشه، حرف سختی نگن، سخن سختی نگن، از حرفا همه لذت ببرن. و به خاطر این صبح که بلند می شدن در روز اول عید که امروز باشه عسل می چشیدن و بدن خودشون رو با روغن زیتون تر و تازه و سلامت نگه می داشتن. اینا سنت های ماست که باید همیشه پاسدار اونها ما و بچه ها باشیم. عید شما، عید شما فیتیله. باز اومده فیتیله 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 جمعه تعطیله لبربدوی دیدای لبربدوی دیدای لبربدوی دیدای لبربدوی دیدای لبربدی دربربربدوی دیدای لبربدی دربربربدوی دیدای
حوزک لیلی لیلی 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 حوزک سلام داریم خدمتتون بزرگ و کوچک سلام به هر کی خندونه سلام سلام از ما سلام به هر کی هر جا مهمونه سلام سلام از ما سلام 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 بزرگترا کوچیکترا مادر بزرگ پدر بزرگ خان عمو جون خان دایی جون عمه خانم خاله خاله جون تو شهری یا که روستا عشایری تو صحرا حق باشه هر جا یارت سبز باشه کشت و کارت شیرین تر از عسل داری فیتیله نگو قند و نبات ببین چی آورده برات توی صندوقچه عالم راز سربسته داریم نون و پنیر قصه داریم قصه داریم شعر داریم بازی داریم خنده داریم بازی داریم خنده داریم شادی داریم شادی داریم نمایشاش قطار قطار دیدنیاش هزار هزار شعر و ترانه هاش قشنگ شنیدنی رنگ و با رنگ خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو میدانم دست میزنم من پا میکنم من شادانم شادانم یه دنیا قصه داریم از همه جای دنیا از خوبی یا بدی یا کارهای زشت و زیبا قصه دزد نابکار پهلوون یک سوار خرس و عسل ماه پیشونی قصه آهن و موش روباه و زاغ و خرگوش شیستان و تردستی داره یه دنیا کار دستی داره چه داره بشین و پاشو و خنده داره شهر فرنگ پیتیله از همه رنگ پیتیله شهر فرنگ پیتیله از همه رنگ پیتیله به 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 عید شما مبارک. من در خدمت آقایی نشستم که میخوان برای شما شعر بخونن. اسم جناب عالی چیه؟ تاها محمد باقری. چند سالته تاها محمد باقری؟ پیش دبستانی میرم. پیش دبستانی یعنی چند ساله؟ 6 ساله. 6 ساله. برایش دست بزنید. خب شعرتو بخونم. چی میخونی؟ مسیرم و لذیذم یک کمی تند و تیزم نزدیک عید نوروز با طبل حاجی فیروز مسنجدم چه زیبا سیند جیب آقا به افتخار نوروز میشم فراری یک روز. به آفرین آفرین خیلی خوب بود خیلی خوب بود باریکلا. وای وای آه به من گفته بودن آجیل نخورا. بچه ها در خوردن آجیل شب عید باید خیلی خیلی مواظب باشین. آجیل زیاد بخورین مثل من دل درد میگیره. سنگینه.
پرستار نه سر مریض رو بیار بالاتر. سر مریض زیر سرش کوتاه. بیهوشن ما که بیهوشت نکردیم که. چی بالا. شد آقا؟ من پرخوری کرده. چی شد؟ دلم درد گرفت. دل درد داره. آجیل زیاد خوردم. شک! آماده؟ اینجاشو من دوست دارم. من مرده این بخشم. شوکر اکباری 92. خوبه آقای دکتر. بسه. هم شکمش باد کرده هم چشاش ریز شده. البته این الان یه کاری میکنیم چشاش درست شه. چرا چشاش باز نمیشه؟ چشاش اصلا هم نداره، همین یه ذره است. یه کار کنین حتما هفته بعد چشش عمل کنیم. چششو عمل میکنیم. آقای دکتر بله. توجه داشته باشید به علائم ظاهری بیمار. ایشون دچار دلدرد شده، شکمشون باد کرده. معلومه که فشار باد شه و میخواد چرخ ماشین رو درست کنی. عزیز من اینجا پای راست. بله. پرخوری زیاد چربی رو میبره بالا. اسیدها توی این خون بالانسش به هم میخوره، روی کبد شما اثر میگذاره. عدم تحرک مناسب باعث میشه که شما دچار این مسئله بشید. من پیشنهاد میکنم که ایشون رو جراحی کنید آقا. باد پای راست 25. عزیزم یخ شکم میخوای ببندی؟ آماده برای عمل. بالانس لازم داره. بیهوش کامل. شوک بیهوشی. شوک بیهوشی. خوبه. شروع میکنیم عملو. عمل باز شروع میکنیم. وای من مرده عمل بازم. ببینیم شب عید چی خورده. غذاهای آماده پیتزا. عزیزم پیتزا رو با جعبه خوردی بابا؟ یکی دوتا بندازی رویت شه. جانم این چیه؟ ساندویچو با پوستش خورده. چیکار کردی تو؟ وای نون باگته. عجب مجری شکمویه. آخه نوشابه خانواده میخورن؟ اونم در بسته؟ چرا این بیهوشه میخنده؟ این مدل بیهوشیش با خنده است. این چیه؟ کنترل تلویزیون رو برای چی خوردی آقا؟ ببخشید این کنترل چه ربطی به پرخوری داره آقای دکتر؟ نمیدونم. فهمیدم. بفرمایید. توضیح میدم. عزیزان این کم تحرکی این کنترل باعثشه. میشینی پای تلویزیون 1 2 3 4 با بلند شو. خب یه دکمه فشار بده. این پلی استیشن چرا ربطی به پرخوری داره؟ بازی میکنه. عجب آدمیه. عجب آدمی. فهمیدم بچه‌ای که همش میشینن و بازی میکنن و تحرک ندارن. بچه‌ش من روز زنگ زده بود. یه شوک بزنین نیششو ببنده. خوبه. همینو می‌خواستی؟ بیا اینم بود. ببخشید این آیفون برای چیه؟ والا ایشون اصلا از جاش بلند نمیشه. هر کاری توسط ریموت کنترل میشه. یعنی بعضی موقع میتونیم بریم تا جلوی در نمیریم. به خاطر اینکه تحرک داشته باشیم احتیاج نیست که همش بخوایم از این طریق در رو باز کنیم. این که دیگه هیچی. داشته صحبت میکرده. این چیه؟ الان خدمت شما وای عجب مجری دیده بودیم ولی نباید خود تلویزیون. چرش بده. تلویزیون چه ربطی به پرخوری داره آقای دکتر؟ خودش مجری تلویزیون تو 5 تا کانال هست میخواد خودشو ببینه. هی میخوره هی میشینه پای تلویزیون. عزیز من این نشستن کم تحرکی باعث چاقی مفرط میشه. بعضی از بچه‌ها به جای اینکه برن بازی کنن همش پای تلویزیونن. فیتیله رو اشکال نداره ولی برنامه دیگر نمیخواد. عجب. باز این نیشش باز. عجب مجریه. این چیه؟ پیک موتوری. این کارتای پیک موتور چرا باشه. ببخشید چاق عمل پیش میاد. این به بعد زیر فیلم تن مجری کنید. این میخنده یه شکر اکبری. اشکال نداره. دیگه اون روی منو بالا آوردی ها. باید شکر اکبری. بسه قلبش درد گرفت. اگه این دفعه بخندی پرستار رو عوض میکنیم. فردا زنگ بزن یه موجی جدید بیاد. تعمیرات پسته در بسته در محل چیه دیگه؟ شستشوی قالیچه. بابا خب این قالیچه رو ببرین تا اونجا همه چی فقط از طریق تلفن. این چیه؟ تلفن نگاه کن. تلفن عمومی سر کوچه هم برده تو خونه که نره تا اونجا. عجب آدمیه این. این چیه دیگه؟ اوه
DVD تلویزیون که نگاه میکنه هیچی فیلم هم نگاه میکنه. عجب بساطی داریم. کنسرویجات علاقه داره به غذاهای آماده بدون دردسر. این تو متن بود؟ والا نمیدونم. همینجوری گذاشته اینجا. فرمون؟ این چیه؟ فرمون! نه اون نیست. فرمون قیصر این تو اون نیست. این غربیلک ماشینه. اون نیست بابا. بکنم قیصرم خورده. این چه ربطی به چیز داره؟ پرخوری داره؟ این ماشینو خورده این هضم نشده. این چیه؟ بقیه پیک موتور کریم. خرید نخود لوبیا هم از بقالی فقط با تلفن و پیک. تمام شد. تمام. ببینیم تو این دیویدی چی گذاشته؟ خاموش اوه فیلم خاموش به هوشش بیار ببینم. به هوش ببینیم حالش خوبه. برگرد. شکم تخلیه شد. پاشو. عجب چهره شفافی داری. راحتی؟ خوبی؟ آره یه بغل من. آره نگاه کن چی تو شکمت بوده. چیکار کردی؟ من آرزو داشتم یه بار اینو از این زاویه ببینم. بالاخره دیدم. الان خوبی؟ راحت شدم. راحت خیلی. سبکی. آره. همیشه بیا پیش خودمون. احساس سبکی و چالاکی. دوست داری یه برنامه با هم ببینیم؟ آره الان خیلی خوبم. ببینیم. با هم ببینیم. یه برنامه ببینیم. تو وا کن عزیزم، سرتو بالا کن عزیزم، دوستیا و کینه ها رو از هم سوا کن عزیزم، اخماتو وا کن عزیزم، سرتو بالا کن عزیزم، دوستیا و کینه ها رو از هم سوا کن عزیزم. وقتی که پیش دوستتی بخند که خنده بهتره، گل پسرا گل دخترا بیان که وقت رفتنه، حالا بگین وقت چیه، یه گوشه ای نشستنه. کی میدونه برنامه بعدی چیه، کارخونه یا مسابقه، هرچی باشه دیدنیه، هرچی باشه دیدنیه. صبح زود از خواب که بیدار میشی، خوبه که قبل از غذا یک کمی نرمش کنی، یک کمی نرمش کنی. به نام خداوند نان و پنیر که با ورزش بمیرد مرگ و میر، بمیرد مرگ و میر.
درود بر شما. انشالله که همه خواسته های ما در سال نو اجابت بشه. ما از خداوند میخوایم که در ما تحول ایجاد بکنه. یادمون باشه که از ما حرکت، از خدا برکت. اگر تحول از خداوند آرزو میکنیم دعای تحول سال یادمون باشه. خدای مهربونی که عشق آفریدی، یه قلب با محبت برام کشیدی، به من تو بخشیدی. به حرمت دلی که مهربونی خداشه، به ما کمک کنیم دل، کمک کنیم دل برای تو باشه. شبی که باغ ستاره هاشه، به ما کمک کنین دل از نور پاکت همیشه پر باشه. خدای آشنایی که فصل آفریدی، 4 تا فصل رنگی به این قشنگی کنار هم چیدی. به حرمت بهاری که نو شدن باشه، به ما کمک کنین دل، کمک کنین دل یاد تو باشه. بر محمد و آل محمد صلوات. حالا به افتخار خودتون دست بزنید. خدافزی چه سخته ولی چاره نداریم، از همه شما رو به خدا می سپاریم. خدافزی چه سخته ولی چاره نداریم، از همه شما رو به خدا می سپاریم. خدافزی bum bari bari bum bari 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 bum bum bari bari bum bari 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 bum bum bari bari bum